سفر آسمانی پیامبر معراجی که تاریخ را دگرگون کرد، شبی عجیب و پر رمز و راز. شبی که زمین دیگر توان نگه داشتن محبوب خدا را نداشت. شبی که آسمان درهای خود را به روی محمد مصطفی گشود. این داستانی است از سفر پیامبر در 7 طبقه آسمان، سفری که تنها یک شب طول کشید، اما حقیقت آن تا ابد در دل تاریخ ثبت شد. شروع سفر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی. آن شب فرشته وحی جبریل نزد پیامبر آمد و مرکبی به نام براق را برای این سفر آورد. براقی که چنان سریع بود که گام‌هایش به انتهای افق می‌رسید. پیامبر سوار بر براق در یک چشم برهم زدن از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رسید، جایی که تمام پیامبران الهی در صف ایستاده بودند تا پشت سر او نماز بخوانند. پس از این نماز جبریل دست پیامبر را گرفت و سفر آسمانی آغاز شد. طبقه اول آسمان. وقتی به آسمان اول رسیدند، جبریل اجازه ورود خواست. دروازه‌های آسمان گشوده شد و پیامبر اولین منظره شگفت‌انگیز را دید. حضرت آدم، پدر تمام انسان‌ها، آنجا ایستاده بود. او به فرزندانش که نیکوکار بودند لبخند می‌زد و به گناهکاران روی برمیگرداند. طبقه دوم آسمان. در این آسمان دو پیامبر بزرگ را دید، یحیی و عیسی. آنها پیامبر اسلام را به گرمی استقبال کردند و بشارت دادند که امت او برگزیده خداوند هستند. طبقه سوم آسمان. در اینجا پیامبر با یوسف روبرو شد، چهره‌ای که خداوند نیمی از زیبایی جهان را به او داده بود. جبریل گفت: ای محمد، این یوسف است که در سختی‌ها صبر کرد و به مقام بزرگی رسید. طبقه چهارم آسمان. در این مرحله پیامبر ادریس را دید، پیامبری که خداوند او را به مقام بالایی رسانده بود. جبریل گفت: این ادریس است که خداوند درباره او فرمود: برفعناه مکانه علینا، ما او را به جایگاهی بلند رساندیم. طبقه پنجم آسمان. در این آسمان هارون برادر موسی ایستاده بود. او از محبوب ترین پیامبران بنی اسرائیل بود. وقتی پیامبر وارد شد، او با مهربانی پیامبر اسلام را در آغوش گرفت و برای امت او دعا کرد. طبقه ششم آسمان. اینجا موسی در انتظار بود. وقتی پیامبر به او رسید، موسی گریه کرد. وقتی از او پرسیدند چرا گریه می‌کنی؟ گفت: امتی که پس از من آمدند از امت من بیشتر به بهشت خواهند رفت. طبقه هفتم آسمان. دیدار با ابراهیم. در بالاترین آسمان پیامبر ابراهیم خلیل الله را دید. او تکیه داده بر خوان‌های آسمانی به نام بیت المعمور که هر روز 70,000 فرشته وارد آن می‌شوند و دیگر برنمیگردند. ابراهیم گفت: یا محمد، امتت را به تقوا و توکل سفارش کن. سفر به صدرالمنتهی و دیدار با خداوند. اما سفر هنوز تمام نشده بود. پیامبر از 7 آسمان گذشت و به صدرالمنتهی رسید، درختی شگفت‌انگیز که نور خداوند آن را روشن کرده بود. هیچ فرشته‌ای، حتی جبرئیل، اجازه نداشت از آنجا فراتر رفت. جبرئیل گفت: ای محمد، من اگر یک قدم جلوتر بیایم خواهم سوخت. از اینجا به بعد تنها تو اجازه داری بروی. پس پیامبر پیش رفت و به جایی رسید که هیچ انسانی قبل از او نرسیده بود. آنجا با پروردگار خود سخن گفت بدون هیچ واسطه‌ای. در آن دیدار هدیه‌های بزرگ برای امت محمد نازل شد، نمازهای پنجگانه. بازگشت به زمین. پس از این سفر عظیم پیامبر به زمین بازگشت و ماجرای معراج را برای یارانش تعریف کرد. برخی با ایمان آن را تصدیق کردند، اما برخی دیگر شک کردند. اما ابوبکر صدیق بدون تردید گفت: اگر محمد گفته پس حقیقت است. و این گونه معراج پیامبر یکی از بزرگترین معجزات تاریخ شد. این سفر تنها یک شب طول کشید، اما در حقیقت مسیر زندگی تمام انسانها را روشن ساخت. راهی به سوی خدا، راهی به سوی نور.